این باشگاهی نوتولید است، یعنی تنها 30 سال دارد با آغاز. اگر قسمی اولی دیداری دسته ها چون آغاز گردید، پرتاب حسین اینجا با الهام براتر با زبان الهام میتواند که 1 به 1 برایت و چون این لحظه رو هم خیلی خوب استفاده کرده میتوانست. بیایید یک بار دیگر ببینیم الهام براتر توپ را اداره کرده توانست. برمیگرده به سعید مختار، باز از صاحب جان حکیم. بله دلشاد کریمов هم حالا باز هم مبارزه فوتبال بازان است طرفشان اندکی بهتر شد. خیلی ضربه قوی و مستقیما از فاصله خیلی ببینید چه حالتی به عمل آمد. باز هم حمله را فوتبال بازی جوان مبین جان مومینوف ادامه میدهد. با او بیشتر هم عبدالرحمن اوزاق خموز میخواهد که کمک نماید و در نهایتا هم توجه میکنیم که چگونه ابتدا هم مبین جان مومینوف اینجا مبارزه برد و بعد این عبدالرحمن اوزاق یک پرتاب به این منطقه انجام داد. دفاعگران اسخاط باز هم با کمک و اینجا اشتباه بود، براستی دقیق اشتباه بود. اگر اندکی باز هم مبارزه اینجا برای حسین نورمتوف ضربه میزند. الهام براتر ضربه زد، فشار بیشتر میگرده، کم میدونید هیجان. و نهایتا هم در این روند خیلی بیا ببینیم در این روند که چگونه واقعا همین فوتبال باز صاحب گردد. با خود ضربه نمیزند به کنار راستی میدان. صدای هشتک داور از خاتمه قسم اولی بازی دسته های اسخط را در قسم اولی بازی. بعد از تنفس برمیگردیم به شرح خود. دهقانوف رجوع میکند برای دریافت توپ، اما اینجا خیلی هم باز جهانگیر سفر و مؤلف گلی یگانه از طرفشان لگیونر ازبکستانی خیلی هم بسیار هم 15 بیت با دیگر توجه میکنیم. با یک کرد از باز وضعیت رو ببینید الهام براتر وگر این مراتبه هم ضربه چی حالتی به عمل آمد. این اعتراض نه واقعا اعتراض است. دسته اسخط به سفر میبراید، به سفر میبراید. بله عتبه کریمov خیلی رقابت جالب و پرشدت شدیم براسی. در همین روند یک پرتافت جهانگیر سفر و بسیار هم رحمتوف مبین جان مومینوف باز هم صبوروف یک امکانیت دیگر، یک لحظه خیلی هم بهتر، امکانیت خیلی مناسب. فیروز و اکنون در دقیقه اولی وقتی اضافه تو وارد توری دروازه شد به توجه میکنیم عتبه کریمov و بعدا دو پرتافت گل‌آور جهانگیر سفرov امروز انجام داد. بهترین بازیگر اگر معرفیش کنیم اشتباه هم نیست. باز هم وضعیت رو باز هم مشکل تر میکنن و با همین ترتیب صدای هشتک داور بلند می شود و از طرفشان به مشکلی در دور پنجم چمپیونات مملکت در مقابل دسته اسخط سلامتی می خواهیم. تا با دیداری دیگر.